اساسی چرا این متن درست ننوشتن کاری با اون ندارم. تهیه لوایح قضایی در شأن رئیس قوه قضاییه است. یک، این رو ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به نوعی هم اشاره داشتن به این مطلب که شورای نگهبان قانون اساسی الان در واقع این نظر رو مطرح کرده که این لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مسائل دیگه باید توسط رئیس قوه قضاییه تدوین بشه و مراحل قانونیش طی بشه. حتی من از یکی از دوستان که مطلع هستن سوال کردم اگر به هر دلیلی دولت اهمالی در این زمینه انجام داد یا زمان رو فدا کرد، ما میتونیم در واقع در یک محدوده زمانی این اجازه به قوه قضاییه داده شده که مستقیم لایحه رو به خود مجلس ارسال بکنه. آقای دکتر مطهری یه التفات بفرمایید، امری که در وظیفه شورای نگهبان قانون اساسی، اینجا اتفاقا شورای نگهبان قانون اساسی در اینجا دقیقاً منطبق بر قانون اساسی، خدا خیرشون بده، اینجا ایراد گرفتن، به این ایراد رو مطرح کردن. در این مورد مسئله‌ای که شورای نگهبان میگه جزء وظایف رئیس قوه قضاییه است و بعد از این همه زحمتی که نمایندگان خواهند کشید این ارسال بشه، این رد خواهند کرد، ما خودمون دو تا کار انجام میدیم بلا نسبت نمایندگان، کار عبث. مسئله بعدی خود ما که باید طلایه‌دار و مراقب و نگهبان اعمال قانون بشیم به نحو احسن، خودمون داریم در اینجا یک کم توجهی میکنیم. من خواهش میکنم اگر این توضیحات حقیر رو در راستای دفاع از قانون اساسی و قوانین کشور میدانید، این اخطار رو به رأی بذارین و عاجزانه از همکاران محترم درخواست میکنم در واقع به این اخطار رأی بدن که این لایحه بره دقیقاً از مسیر قانونی خودش بیاد. اگر مجلس نسبت به قوه قضاییه، قوه مجریه خودش و تمام ارکان جمهوری اسلامی مراقب قانون باشه، باور بفرمایید به اندازه 50 سال این مجلس با مملکت با توسعه و پیشرفت انشاءالله نزدیک خواهد شد. متشکرم، خیلی ممنون. عرض کنم البته بهتر بود که این اخطار در ابتدای بررسی این لایحه مطرح میشد و عرض کنم که برای اینکه زحمات این چند روزه ما باطل نشه، اما برای اینکه در واقع ما یه راه میانه ای رو در پیش بگیریم، به نظر میرسه همون پیشنهادی که صبح در اینجا مطرح شد مناسب باشه که ما رأی بگیریم، چون بنده هم اخطار رو وارد میدونم، ما رأی بگیریم، ولی اگر رأی آورد اینطور نباشه که بره از ابتدا در قوه قضاییه، بلکه عرض کنم که بره به کمیسیون و با مشورت قوه قضاییه این کار به پایان برسه، با مشورت کمیسیون قضاییه و دولت این کار انجام بشه. نه البته نه صبح به شکل اخطار نبود، به شکل به شکل اخطار نبود. نه صبح صبح در واقع یه رأی استمزاجی بود. حالا اشکال نداره، ما دوباره به اخطار رو به رأی میذاریم. نه اخطار نبود آقای، نه ایشون نظر مجلس رو خواست ولی به عنوان اخطار نخواست. نه به خدا 6 تا کار میخوابه آقای دکتر. نه اگر اخطار بود باید اجازه بدید اگر اخطار بود ایشون باید استناد میکرد به اصل 158 ولی استناد نشده. ببینید نه یه اخطار دوباره اخطار
آقای دکتر بله. بودن نماینده شد. ببینید آقای اجازه بدید من یه توضیح بدم. ببینید آقای لاریجانی هم صبح توضیح دادن، گفتن قوه قضاییه اعتراض کرده که این لایحه اول باید از طرف ما ارجاع می شده به دولت و ایشون گفت در جلسه سران آقای روحانی هم اینو قبول کرده و حالا ما منتها باید سازوکار قانونیشو پیدا بکنیم. صبح به رأی گذاشتن این حرف رو بدون اینکه در قالب اخطار باشه. حالا الان اخطار دادن. نه الان اخطار. حالا اجازه بدید. ببینید اگرم اخطار رأی بیاره ما نمیگیم قوه قضاییه از ابتدا بره لایحه بیاره، بلکه میره کمیسیون با حضور نمایندهشون، با حضور نماینده میاد و بررسی میشه. در حال این توافقی بوده، ببینید یه توافقی بوده بین سران سه قوه راجع به این موضوع. حالا اخطاری دادن ما به رأی میگذاریم. باید به رأی بگذاریم. نه اخطار رو به رأی میگذاریم. اجازه بدید. میخوای کمیسیون یه توضیح بده؟ آقای دکتر همکاران محترم در رأیگیری شرکت بفرمایید. 2 هفته باید بیاره. نه چرا ثبت نام کرده بودش؟ نه اخطارشون در راجع به همکاران محترم بود. در رأیگیری مشارکت بفرمایید. اجازه بدید لطفاً بله. نه نمیخواد. نه لطفاً رأی خودتون رو اعلام کنید. لطفاً رأی خودتون رو اعلام کنید. همکاران محترم در رأیگیری مشارکت بفرمایید لطفاً. حالا دیگه به رأی گذاشتن دیگه. اخطار آقای محبیلیا رو به رأی گذاشتن. حالا شما برید رأیتون رو بدین. آقای عجیانی رأیتون رو بدید. حالا همکاران محترم در رأیگیری مشارکت بفرمایید. الان اخطاری داده شده. نه اخطار ایشون راجع به دستور بود، بقیه اخطارها راجع به دستور نبود آقای حاجی. حالا لطفاً رأی خودتون رو بدید. حالا ما نظر مجلس رو میگیریم، هر چی مجلس بگه به همون شکل. همکاران مشارکت کنید در رأی گیری. لطفاً رأی خودتون رو بدید. خود به افتیه برسید. خب پایان رأی گیری. همه دوستان رأی دادن. 124 ثانیه. چند لحظه آقای وکیلی رأی خودتو بده. لطفاً رأی بدید. بله پایان رأی گیری. پایان رأی گیری تصویب شد. بله پس ارجاع میشه به کمیسیون با کمک قوه قضاییه انشالله بررسی بشه. خیلی ممنون. ناطقان رو اعلام بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ناطقان جلسه علنی امروز چهارشنبه مورخ 11/7397 عبارتند از: 1. جناب آقای دکتر محمد وحدتی هلان نماینده محترم بستان آباد. 2. جناب آقای محمد صادق حسنی جوریابی نماینده محترم رشت. 3. جناب آقای ناصر شریفی نماینده محترم بندر لنگه، بستک و پارسیان که هر کدام 7 دقیقه وقت دارند. و ناطقان اضطراری جلسه علنی امروز عبارتند از: 1.
جناب آقای دکتر حسن کامران دستشردی نماینده محترم اصفهان. 2 جناب آقای دکتر حسین علی شهریاری نماینده محترم زاهدان که هر کدام 5 دقیقه وقت دارند. دعوت می‌کنیم از جناب آقای دکتر محمد وحدتی نماینده محترم بستان آباد تشریف بیارن برای ارائه نطق 7 دقیقه‌ای. جناب آقای وحدتی بفرمایید، در خدمت شما هست. بفرمایید. اجازه به نطق انجام بشه بعدا. جناب آقای وحدتی بفرمایید. نظم جلسه رو به هم نزنید آقای حاجی. بفرمایید سرجاتون. بفرمایید سرجاتون. بفرمایید سرجاتون. آقای وحدتی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام به رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت شهید پرور ایران و ملت فهیم بستان‌آباد و تکمه‌داش. امروز افزایش آگاهی و شناخت ملت‌ها از استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا باعث رسوایی و خنثی شدن پی در پی توطئه‌های آمریکا در جهان شده است. دونالد ترامپ جهت خروج از انزوای سیاسی و اعاده حیثیت از دست رفته خود به ترفندهای مختلف متوسل شده و با شعار دفاع از آزادی و حقوق بشر در پی بفرمایید آقای ادامه بدید. بفرمایید آقای. نه بعد از نطق ایشون اجازه شما بفرمایید آقای. بفرمایید آقای حاجی. بعد از نطق ایشون آقای حاجی بعد از نطق ایشون شما تذکرتون رو بدید. شما بفرمایید آقای. اسمشون چیه؟ اجازه صحبت کنه آقای دکتر. بفرمایید. اسمشون چیه؟ من یادم. بفرمایید. اسم سخنران چیه؟ آقای وحدتی بفرمایید. آقای پژمانفر بفرمایید سر جاتون. آقای وحدتی بفرمایید سر جاتون. آقای رئیس نظم جلسه رو به رأی مردم به رأی مجلس احترام بذارید. آقای وحدتی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید. با درود و سلام به رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت شهید پرور ایران و ملت فهیم بستان‌آباد و تکمه‌داش. امروز افزایش آگاهی و شناخت ملت‌ها. آقای وحدتی آقای وحدتی صبر کنید. لطفاً همکاران این جلو خلوت کنید. عزیزان همکار. آقای حاجی شما هم تذکرتون رو بفرمایید. آقای حاجی. آقای رئیس نظم جلسه رو. آقای وحدتی اجازه بدید این نطق انجام بشه تذکرم انجام میشه. آقای وحدتی بفرمایید. دوستان این جلو خلوت کنید. ایشون نطقشو انجام بده لطفاً. بعد تذکر هم انجام میشه. تذکرشو بدید بعد. آقای وحدتی بفرمایید. این نطق انجام بشه تذکرم از آقای رئیس میخوام که انشالله انجام میگیره. همکاران این جلو سر صدا نکنن. تذکر هم انجام میشه بعد از نطق ایشون. آقای وحدتی بفرمایید. لطفاً خلوت کنید. جناب آقای وحدتی بفرمایید. آقای رئیس لطفاً جلسه رو آرام بفرمایید تا بتونم صحبت کنم. آقای وحدتی شما شروع کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام به رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت شهید پرور ایران و ملت فهیم بستان‌آباد و تکمه‌داش. امروز افزایش آگاهی و شناخت ملت‌ها از استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا باعث رسوایی و خنثی شدن پی در پی توطئه‌های آمریکا در جهان شده است. دونالد ترامپ جهت خروج از انزوای سیاسی و اعاده حیثیت از دست رفته خود به ترفندهای
کشورهای مختلف متوسل شده و با شعار از آزادی و حقوق بشر در پی موجه جلوه دادن اشتباهات خود بوده، در حالی که با حمایت از تروریسم مردم بیگناه و کودکان معصوم را به کشتن می‌دهد. آری آقای ترامپ، سیاست‌های غیر معقول و غیر دیپلماتیک شما نشان می‌دهد صلاح خود و مردم آمریکا را تشخیص نمی‌دهید. لذا به شما توصیه می‌کنم پایبند قوانین و مقررات بین‌المللی باشید. خودتان را قیوم مردم جهان ندانید. نیروهای نظامی و سلاح‌های خود را از اکسانوگات جهان به آمریکا برگردانید. از حمایت تروریست‌ها دست بردارید، به اصلاح تشنجات داخلی خود بپردازید و بدانید تا زمانی که به توطئه بر علیه جمهوری اسلامی ایران، مسلمانان و مستضعفین جهان ادامه می‌دهید، خواب راحت برای شما حرام خواهد بود. سخنی با ملت آمریکا: ای ملت آمریکا، برای حفظ عزت خود امروز بایستی با فشارهای داخلی بر علیه ترامپ او را وادار کنید تا سیاست‌های داخلی و خارجی خود را اصلاح کند، به معاهدات و مقررات بین‌المللی پایبند باشد، در سیاست تحریم و فشار بر علیه کشورهای مختلف جهان تجدید نظر نماید، وگرنه با عکس‌العمل شدید دنیا یعنی تحریم آمریکا توسط کشورهای جهان روبرو خواهد شد. بنابراین بر شماست تا دیر نشده برای آینده خود و آمریکا فکر اساسی کنید. رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر روحانی، ضمن تشکر از سفر اخیر جناب عالی به هیئت محترم دولت به استان آذربایجان شرقی و شهرستان قهرمان پرور بستان‌آباد و سفر اخیر جناب آقای دکتر نوبخت و مجمع نمایندگان استان جهت بازدید از پروژه راه آهن میان بستان‌آباد تبریز و تشکر از مدیرهای بهک و شجاعانه جناب عالی در مقر سازمان ملل متحد که منجر به همراه کردن اکثریت کشورهای جهان و انزوای سیاسی آمریکا و متحدانش مخصوصا در جلسه شورای امنیت سازمان ملل گردید. آقای رئیس جمهور، برای ادامه مقابله با توطئه‌های آمریکا و اعمال تحریم‌ها بدون وقفه دیپلماسی خارجی را فعال نموده، نسبت به تشکیل اتحادیه کشورهای آسیایی با اولویت کشورهای دوست، همسایه و همسو اقدام نمایید. با تشکیل جلساتی با کشورهای اروپایی مبادلات سیاسی اقتصادی را توسعه دهید. در ادامه با تاکید بر اجرای شدن گزینه اول روی میز ایران، یعنی خارج کردن کامل دلار آمریکا از معادلات اقتصادی، به اجرای گزینه دوم روی میز، یعنی تحریم خرید اجناس و کالاهای آمریکایی در بین کشورهای مورد نظر نمایید. برای عملیات شدن این گزینه، علاوه بر فعال شدن دیپلماسی خارجی، من از این تریبون از علمای کشورهای اسلامی، دانشگاهیان، دانشجویان، رهبران کشورهای دوستدار صلح و آزادی، کلیه آزادی خواهان جهان می‌خواهم جهت برقراری صلح، امنیت و جلوگیری از جنگ و خونریزی و برای حفظ حرمت آزادی در جهان بدون هیچ ملاحظه‌ای تمام همت خود را برای تحریم خرید کالاهای آمریکایی به کار ببندند. جناب آقای دکتر روحانی، رئیس محترم شورای هماهنگی اقتصاد کشور، همانطوری که مستحضرید تحریک دلار یارانه‌ای تأثیر آنچنانی در کاهش قیمت‌های بازار ندارد. بیشتر موجب سوء استفاده افراد راندخوار از این امتیاز می‌شود، چرا که بعد از $100 یا کالایی وارد نمی‌کنند یا درصدی از کالا را وارد کرده و در بازار به قیمت ارز آزاد می‌فروشند. از طرفی پایین بودن قیمت سوخت در کشور نسبت به کشورهای همسایه انگیزه برای قاچاق سوخت را بیشتر، اسراف در مصرف آن در کشور رایج شده. بنابراین عرض یارانه‌ای پایین بودن قیمت سوخت به جای تأثیر در زندگی همه اقشار جامعه موجب پر شدن جیب افراد خاص شده است. لذا خواهشمندم دستور اکید برای سرسامان دادن عنایت فرمایید. جناب آقای دکتر روحانی، در سال گذشته عده‌ای فرصت طلب و مفسد اقتصادی در مؤسسه‌های مالی اموال مردم را به غارت بردند. دولت
ولایت محترم با همکاری مجلس شورای اسلامی مجبور به پرداخت حق مردم از بیت المال شد که این امر از یک طرف عامل افزایش نقدینگی در بازار، از طرف دیگر عامل مهم اخلال در بازار ارز را فراهم آورد. حال سوال این است: آیا در طول یک سال گذشته تکلیف این افراد و کسانی که بدون پشتوانه به آنان مجوز مؤسسه مالی دادند مشخص شده است؟ چه برخوردی به آنان شده؟ چه حکمی در حقشان صادر شده؟ چرا در این امر سهلنگاری می شود؟ اگر برای برخورد با آنان قانونی وجود ندارد چرا لایحه تقدیم نمی کنید؟ آیا بانک مرکزی مؤسسه های موجود دیگر را تحت کنترل و بازرسی دارد؟ آیا مجوز آنان قانونی است یا خدای ناکرده روزی دیگر شاهد فاجعه‌ای دیگر خواهیم بود؟ آیا بانک ها در اعطای تسهیلات کلان رعایت قوانین مربوطه و اهلیت سنجی لازم را انجام می دهند؟ آری در طول 8 سال دفاع مقدس در تحریم های قبلی آمریکا با اینکه وضعیت اقتصادی کشور بسیار بد بود کمتر کشورهای ما را همراهی می کردند، ولی تأثیرات تحریم ها به اندازه امروز نبود. این بدین معنی است که درصد پایین از آشفتگی بازار در اثر تحریم هاست. بقیه موارد تأثیر سوء مدیریت هاست. در طول 6 ماه گذشته با افزایش بی‌رویه قیمت ارز با سوء استفاده های زیادی روبرو شدیم. آیا برخورد مناسب با مفسدان اقتصادی مخصوصا دان درشته ها صورت گرفته است؟ با کسانی که دلارهای 4200 تومانی جهت واردات کالا گرفته به تعهدات خود عمل نکردند چه برخوردی شده است؟ چرا تیم اقتصادی دولت راهکار شفافی نمیدهد؟ چرا از ظرفیت‌های کشور اقتصاددانان، دانشگاهیان، صاحب نظران بخش خصوصی استفاده نمی شود؟ چرا با محتکرین بزرگ از جمله محتکران خودرو برخورد اساسی نمی شود؟ تا کی باید منتظر بود؟ خواهشمندم دستور فرمایید با یک حرکت جهادی با بکارگیری نیروهای جوان سالم و انقلابی به وضعیت بازار سر و سامان بدهند. مطمئن باشید وضعیت قابل کنترل است، زیرا قیمت واقعی دلار 4 یا 5000 تومان است، نه بیشتر. این قیمت ها کذایی است، آن را مفسدین اقتصادی و راندخواران به بازار تزریق کردند. حبابی است که روزی خواهد ترکید، آن روز افرادی که به خاطر حفظ ارزش پول و سرمایه خیش را به ارز تبدیل کردند بر خاک سیاه خواهند نشست. مطمئن باشید مجلس، قوه قضاییه و مردم شریف ایران در حرکت‌های انقلابی برای مبارزه با مفسدین اقتصادی خیلی ممنون. شما تشکر میکنه آقای رئیس جمهور. جهت پایان دادن به راندخاری‌ها، تفاولگری‌ها، نابسامانی‌ها، پارتبازی‌ها، جلوگیری از قاچاق که مشکل بزرگ امروز جامعه ماست، خواهشمندم دستور اکید فرمایید تمام دستگاه‌های دولتی خیلی ممنون بهانه‌ای با وزارت ارتباطات در راه اندازی دولت الکترونیک همکاری نمایند و نیز از اقشار کم درآمد جامعه مانند کشاورزان، کارگران، کارمندان و مخصوصا رانندگان عزیز در جهت تامین لاستیک و لوازم یدکی ماشین حمایت. متشکرم، خیلی ممنون. ناطق بعدی رو اعلام بفرمایید. روبرو نشود. ناطق بعدی رو مشکلات حوزه انتخابیه را در جلسه آینده. وقت اخطار شما محفوظه. اجازه بدید ناطقان تمام بشه. اجازه آقای حاجی پایان صحبت میکنه یا الان؟ ناطقان تمام بشه آقای. بعد از وقتش محفوظه آقای دکتر؟ وقتشون محفوظه؟ بله. آقای حاجی وقت شما هست. اجازه بدید این بفرمایید. ناطق آقای رنجبرزاده ناطق بعدی رو اعلام کنید شما. بله. اعلام کنید. دعوت میکنیم از جناب آقای محمد صادق حسنی جوریابی نماینده محترم رشت. جناب آقای حسنی نطقات هم بشه هستند، وقتشون فرمودن آقای مطهری، وقت آقای حاجی محفوظ، حتما صحبت میکنن. بله. اجازه آقای حسنی بفرمایید. ناطقان تمام بشه. الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات فی الارض و هو العزیز الحکیم. له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو
علی کل شیء قدیر. هو الاول والآخر والظاهر والباطن و هو بكل شیء علیم. با یاد و نام خداوندی که هر آنچه در زمین و آسمان است او را تسبیح میگوید، خلق را زنده می کند و باز می میراند، از اول به آخر و ظاهر و باطن همه آگاه است. با عرض سلام و ادب محضر شما همکاران عزیز، ملت شریف ایران و مردم همیشه در صحنه حوزه انتخابی هم شهرستان رشت، در این روزهای تنگه معیشت و سختی شرافت اولین درود و سلام را نثار مردمی می کنم که با وجود تنگناهای بسیار در مسیر زیست شرافتمندانه هنوز صورتشان را با سیلی سرخ نگه می دارند و آبرومندانه زندگی حداقلی خود را سامان می دهند. همه حاکمان جهان باید آرزوی چنین مردمی را داشته باشند که پس از سالها بی تدبیری، ناکارآمدی و اتلاف مراوده توسط دولت مردان هنوز هم در پای صندوقهای رأی حرفهایشان را مسالمت آمیز به گوش متولیان حکومت میرسانند. اما آنچه اسفبار و تأسف برانگیز است آن است که آنچه دولت مردان ما با این مردم می کنند کمترین اثری از درایت را در خود ندارد. کتمان و تکذیب بحران‌های جدی اقتصادی و معیشتی که مردم با پوست و خون خود آنها را لمس می کنند و عدم وجود عزم جدی در دولت چنان سرمایه و اعتماد اجتماعی را دچار ریزش و ناامیدی کرده که هر روز شاهد گسترش آسیب‌های اجتماعی متأثر از این ناکارآمدی‌ها هستیم. دکتر روحانی در تمام ایام پیش از انتخابات 96 وعده داده بود که بسیاری از غفره‌ها با رأی بالا قابل شکستن هستند، اما انگار پس از انتخابات و با وجود مشارکت مثال زدنی مردم و رأی بالا به ایشان تمام آن وعده ها را فراموش کرده و به خاطر نمی آورند. از سوی دیگر فشارهای آمریکا و خروجش از برجام شاید تنها پروژه مهم دولت را با چالش جدی مواجه کرده. به نظر نمی رسد راهکاری دقیق و همه جانبه نگر برای این بدعهدی در دولت وجود داشته باشد تا بتواند با عواقب سیاسی و اقتصادی آن مقابله کند. استفاده از ظرفیت‌های مردمانی که در 8 سال جنگ نابرابر و تعمیلی پای انقلاب و آرمان‌هایش ایستادند و لحظه عقب ننشستن می‌تواند علاج تمام بحران‌ها و کلید گشایش تمام قفل‌ها باشد. جا دارد که همه عرصه‌های حکومت و نهادهای حاکمیتی و تصمیم ساز مسئولیت عملکرد خود را بپذیرند و خود را در جایگاه پاسخگویی قرار دهند. تنها راه مبارزه جدی و واقعی با راند و فساد، بریدن دست راندخواران و جلوگیری از ایجاد زمینه‌های راندخیز است. اما مواردی در خصوص حوزه انتخابی هم. دولت مردان بزرگوار، ما در شرایط جنگ اقتصادی به سر میبریم. در شرایط جنگ اقتصادی کشاورزان این تولید کنندگان پیاده نظام خط مقدم هستند. همه دولت مردان موظفند حمایت کنند این پیاده نظام را. حمایت و پشتیبانی شما میتواند کمک کند به این کشاورزان تا چرخه اقتصاد را رونق دهند. ما در استان گیلان محصولاتی همچون برنج، چای، زیتون، بادام زمینی و محصولات دیگر تولید می‌کنیم و در این شرایط دولت مردان نه تنها حمایت نکردند، کمک نکردند، در مواردی که عرض می‌کنم چوب لای چرخ کار کشاورزان گذاشتند. به عنوان مثال ما
چایکاران شمال، کشاورزانی که با 1001 مشکل چای تولید می کنند، به کارخانه های چای تحویل می دهند، ولی بهای آن را، بهای برگ سبز چای را با تأخیر و با 1001 منت به کشاورزان پرداخت می کنید. حال در این بحران، در این تقسیم ارز 4200 تومانی با کدام توجیه اقتصادی به وارد کنندگان چای ارز 4